بچه امروز قرار با هم دیگه هیتر هویه گورداک 952 رو با هم دیگه بررسی کنیم. و بچه بهترین هیتر هویه بازار همین از نظر من. به خاطر چی؟ همه تعمیرکارهای موبایل اینو بیشتر از همه دوست داشتن. منم اینو بیشتر از همه دوست دارم. قبل از شروع لایک کن، سابسکرایب کن، دنبال کن، زنگوله رو بزن، کامنت بذار، عضو کانال روبیکا شو. هر سالی بود اونجا میتونید از همون بپرسید. بریم شروع کنیم. خب همینطور که مشاهده میکنید این الان کل کارگاه و تجهیزاته. الان این مولتیمترمه، قبلا بازش کردم، الان دارم اینو نشون میدم. بچه داخل خود باکس 4 تا کلا سری برای هیتر داره که نوکشه، که وقتی حتما از این سری کوچیک استفاده میکنید فشار رو تا ته نبرید که ممکنه به کمپرسور داخل هیتر هویه فشار بیاره. اگر خواستید تا ته ببرید از نوک هیترهای بزرگتر استفاده کنید. و حتما 3 تا پیچ این پایین داره که حتما باید اونو باز کنید. این ماشین لباسشوییه، حتما باید اونو باز کنید. الان من باز کردم، آماده است. تو برقم هست. هویه رو الان میزنم، روشن میکنم. هویه این کوچیک است. اینجا هم که کارد بندی شده، این بالا برای هیتره، این پایین هم برای هویه. چقدر سری داغ شد. اینم که برای ولوم. بچه این حتما بذارید همیشه روی 350 اینا یا 360 دورور 30 وات 3.5 وات فکر کنم یا 40 وات، که من همیشه از 370 میخوام استفاده کنم. برای هیتر هم که میبریم روی 400 یا 390 چون باد میزنه. اینجا هم یه دستگیره داره گورداک خودمون برای بلند کردن. هر وقت هم خواستید چیز کنید، جابجا کنید، اگه مسیر طولانی بود حتما از دوباره اون پیشا رو ببندید. خب الان این دست هیتر همیشه اینجا بست، همیشه اینجا بست که خیلی خوبه. این پشت یه دونه فیوز داریم، پایین این پورتمون یه دونه فیوز داره، یا یه دونه فیوز اضافه. الان دمای هویه 372 آماده به کاره. خب بریم باشه یه مقدار کار کنیم. راستی اینو بگم که این هویهش خیلی کوچیکه، شاید تقسیم بر 2 کنید هویه معمولی و میشه این هویه. اینجا این سوراخ‌ها برای جاگذاری نوک‌های هویه است. داخل این پک هیچ نوک هویه وجود نداره و باید جدا بخریم. 2 تا پد داره، یکی این زیر گذاشتم الان، یکی هم اینجاست. خب الان بریم ازش استفاده کنیم و ببینیم چه شکلیه. خب الان مثلا من یه نمونه دارم که میخوام مثلا این سیمش رو چیز کنم. خیلی چیزه. همینطور که من دارم به کارم میخوام ادامه بدم، میگم که از کجا خریدم و اینا. خب بچه اولا که هیتر هویه رو وقتی میخواید بخرید از جای زیاد دوری نگیرید. بعد بهتره که وقتی میخواید بگیرید به تست شده بگیرید. نسخه های فیک این چیزم هستش، نسخه های فیک گورداک 952 هم پیدا میشه معمولا، که حتما چک کنید ببینید واقعا اصل یا نه. و این هیتر هویه 2 موتور داره که هیتر هویه فیکش بهش میگن موتور کوچیک که وزنش کمتر از هیتر هویه معموله. و هیتر هویه اصلی موتور بزرگه که میتونید باز کنید ببینید، حتما چک کنید که چه شکلیه. موتور بزرگه یا موتور کوچیک. به وزن میشه چیز کرد. حدود 5.5 کیلو 5.5 کیلو وزن 5.5 کیلو وزن این هیتر هویه است. و فیکش حدود 1 یا 2 کیلو. این بود از تجربه لاینکاری. الان ببرم تا ته. الان بودم رو 480 درجه، بیشترین دماش 480. رسید به 300 400 417 430 داره. همینطوری دماش رو بالا. ببینیم چه شکلیه. یه ته دم
به دمایی که نیاز دارید رو بگیرید، چند وات نیاز دارید همونو بگیرید که بیشتر به کارتون میاد. حالا چرا من این هیتر روویه رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها این هیتر روویه محبوب، مناسب برای همه تعمیرکاراست، چون همه تعمیرکارا اینو پیشنهاد کردن. اینم از روویه‌اش. بریم هیتر رو با هم دیگه ببینیم. این دسته هیتر معمولا میگن شلنگش سنگینه. بله درسته، یه مقداری شلنگ سنگینه. برای این کار معمولا یه جای بالا بذارید هیتر روویه رو. مثلا اگه میز 2 طبقه دارید بذارید طبقه دومش، اینطوری بهتره. این الان چیزی من نمیخوام باشه بس این چیز کنم، اما صداش خیلی کمه. خوبه چون الان روش فاصله گذاشتم، یه مقدار میلرزه. صداش قابل تحمل، خیلی کمه. هم داره باد چیز میده چون دماش 150 درجه است. خب الان این داره چشمک میزنه تو ویدیو، ولی برای من چشمک نمیزنه. این وقتی یه بار چشمک میزنه دوباره خاموش میشه، یعنی به دمایی که انتخاب ناگفته نماند که هر آیسی یا هر چیزی با یه دمای خاصی باید دمونتاژ یا مونتاژ بشه و اینا آیسی خراب میشه. واسه همین باید برید که بخونید اون چیزی که دارید مونتاژ میکنید و که آیسی تون اون وسط نسوزه. کردی رسیده. اما دما رو میبرم روی همون 360 نودی که بهتون گفتم. 308. الان این برسه، این چراغ شرم روشنه، تون چشمک میزنه وقتی برسه به همون دما. بله رسید. کیفیتش خیلی خوبه. الان من میخوام یه دونه قلب آب کنم این صورت. فشار بادش پایینه تا خوبه. الان میخوام خاموشش کنم، میزنم خاموش نمیشه دستگاه، چیز طبیعیه. دما من میارم رو 0. خب الان 150 داره میاد پایین تا ته میبرم که خاموش میشه. این دماش وقتی برسه به 50 درجه خودش اتومات خاموش میکنه. این سرصداش زیاده به خاطر اینه که این میز لبه. نگاه کنید بازم هنوز لبه. الان داره نزدیک میشه به 50 درجه. خب داره چیز میشه. این بازم میگه میزه. بعد باید بیارم شیت رو اینجا 56 تا ته ببرم. این داره چشمک میزنه، در واقع چشمک نمیزنه، ثابت. 52 تو ویدیو اینطوریه. 51 50 خاموش کرد خودش. ویدیو رو دیدید چطور بود؟ خب بچه‌ها الان میخوام یه سری نکات مهم بدم، حتما تا ته اینو گوش کنید، نزنید بره بدی که عمر هویه و هیترتون بره بالا. خب قانون شماره 1: موقع کار با هیتر میخواید خاموشش کنید حتما از برق نکشید، حتما بذارید تا 50 درجه خودش رو خنک کنه و یعنی المنتتون میره. ولی هویه این شکلی نیست، میتونید چیز کنید، از برق نکشید فقط. آفرین. فیوز هم داره که اوکیه. خب نکته 2: وقتی دارید با هیتر یا هویه کار میکنید و اون داغه یا سرده، البته داغه احتمالش بیشتره، وقتی سرده بیفته زمین سرامیکش میشکنه و این هم تو هیتر هست هم تو هویه که حواستون باید به دوتاش باشه. حالا اینم یه نکته دیگه هم راجعش بگم. وقتی دارید باش کار میکنید و هیتر یا هویه داغه وقتی بیفته زمین از حتی از انقدر فاصله سرامیک شکسته، واسه همین نندازیدش. احتمالش خیلی زیاده که از انقدر بشکن، خیلی زیاده. پس مواظب باشید که نشکنید. جنس چیزتون رو خوب بدونید. قیمتش هم الان سال پیش بکنم بود 1,200,000، با دلار اومده بالا شده 4,900. الان فکر کنم تو دیجیکالا زده 5,100. مبارک هم باشه. اگه شما خریدید حتما نظرتون رو راجع به
راجع به هیت روبیه بهم بگید. تو کانال روبیکا میتونید بهم پیام بدید. البته به خودم شخصا میتونید پیام بدید. پشتیبانی 24 ساعته. بای بای. لایک کن، ساب کن. خداحافظ. بای بای. بای بای. خداحافظ.